درود به کل مخلصان فوتبال بزرگ. این روزنامه یورو 2020 است. اولین بازی‌های دور دوم مرحله گروهی یورو 2020 با برگزاری 3 رقابت در 2 گروه دیروز سنه 16 میون جنبست گردیدند، ولی ما نخست اندکی از نشاندادهای آماری میگوییم. در سابقه‌های یورو 2020 تا هنوز 15 بازی از 51 گذرانده شده، 34 گل زده شده است. 2 گل ایموبیلی از منتخب ایتالیا و 2 پاس گلوری رافا سیلوا از پرتغالیا تا حال از بیشترینند، اما کریستیانو رونالدو با زدن 10مین و 11مین گل خویش در بازی نخست بر مقابل ونگریا از میشل پلاتینی هم پیش گذشت و عنوان بهترین نشانزن یورو را به نامش اختصاص داد. اگر چقدرتر با آمار نگریم، اینجا هم از روی شماره عمومی گل ها و هم از روی شماره ضربه ها به سمت دروازه ایتالیا پیشتاز بوده. اسپانیا باشند از روی نگهداشت توپ همتا ندارند، در حالی که منتخب نیدرلند ها از روی دقیقیت پرتافت ها، شویتساری ها در بازیافت ها و منتخب ترکیه نوابسته به 2 باخت پای هم و سر دادن 5 گل به جواب به دروازه خویش با 11 سیو نشاندادی بهترین دارد. منتخب روسیه باشد از روی حسابات های آماری تا حال در بازگردانیدن توپ به طور غیر چشم داشت از همه پیش صف است. بهترین گل دور نخست باشد از جانب اویفا گل اشتفان لاینر به دروازه منتخب مقدونیای شمالی دانسته شد. نخستین بازی دور دوم مرحله گروهی باشد در ورزشگاه گازپروم آرینا بین 2 همسایه کشور منتخب‌های فنلاندیا و روسیه دایر شد که اینجا برای یک تأمین راحتی برآمد از گروه و برای دیگر پیروزی نخست چون آب و هوا ضرور بود. در این رقابت اخیراً روس‌ها در زمینشان با برتری خاصه از روی نگهداشت توپ‌ها توانستند که با گل زده نیمه‌نهایی اتلانتا در دقیقه 42 حساب را کشایند و از همین گل یگانه میرانچوف پیروزی کلیدی را برایشان تامین کرد. نتیجه که منتخب روسیه را در گروه ب به نزینه دوم برآورد. بازی بین منتخب‌های ترکیه و ولز باشد از دومین بازی دور دوم در گروه ای می باشد که در ورزشگاه المپی شهر باکو جریان گرفته بود. در بازی مذکور نوابسته به کوشش‌های سرسخت تیم ترکی بهر پیروزی نیمه‌نهایی یوونتوس آرن رمزی منتخب کشورش را در دقیقه 42 به پیش برآورد. در هفته بازی مذکور همچنین گارت بیل پس از ناموفق انجام دادن ضربه پنالتی در دقیقه 61 دوباره به دسته شنالگوریش امید به مبارزه بخشید که البته کوشش فوتبالبازان از خلیج بوسفور تا آخر بازی به نتیجه انجام یافت. منتخب ولز باشد اخیراً در دقیقه 95 بازی با استفاده از پرتافت گلوری گارت بیل دومین گل وارد دروازه چکیر نموده بهر برآمدن از گروه قدم استوار به پیش گذاشت. گارت بیل باشد عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد. سومین بازی دور دوم مرحله گروهی یورو 2020 باشد با 3 گل در اجرای فوتبالبازان از نیمه اپینین خاتمه یافت. منتخب ایتالیا در مقابل شویتساریا نیز یگان گل به دروازه‌اش سر نداده با 3 گل از جانب ایموبیلی و مانوئل لاکاتلی نخستین اشتراکچی مرحله حذفی 16مین یورو در تاریخ گردید. دسته روبرتو مانچینی پس از این پیروزی از 10مین پیروزی خویش با حساب عمومی 31-0 در کل سابقه‌ها استقبال گرفته چون یکی از مدعیان اصلی بر قهرمانی و بازی‌های مرحله پلی آف آمادگی می‌گیرد. بهترین بازیکن رقابت ایتالیا و شویتساریا باشد بازیکن 23 ساله تیم ساسولو مانوئل لاکاتلی گردید که البته 2 گل در این بازی به ثمر رسانید. خلاصه که پس از برگزاری 3 بازی نخستی دور دوم مرحله گروهی منتخب‌های بلژیک و ایتالیا در گروه A و B صدرنشینند و از رفت رقابت‌های دیگر گروهی در نشر بعدی برایتان میگوییم. روزنامه یورو 2020 بود و با شما بودم ایمان بک شد بگذاد خیر.